گونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیبی خود خواند. انبیا در کنه او حیران شدند، سیرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شد این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید. پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیا کمثل رجل، مثالی من گفته است پیغمبر و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست، بندارن فاتمها و اکملها الا موضع لبینتی. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند. فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بیناش انجام مییابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا میشود. الا موضع لبینتی، مگر در همین قصری بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی غیشت باقی هست. فجعل الناس يدخلونها و یتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخلی او را تماشا کردند، ظاهری او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینه، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست، مگر همین یک جای خالگی غیشت، اگر غیشت گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینت جئت فختمت الانبیا، انا همون جای خالگی غیشت گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت. پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند. خوش به حالشان، چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست. اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، این روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته است جبرائیل، خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینشی تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردنی تو نمیشد ای محمد، ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی، ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمد.